نامه‌ای سرگشاده به سیاستمداران جهان و قدرت‌های غربی. من یک ایرانی سوئدی هستم، نه به عنوان دیپلمات بلکه به عنوان یک انسان، به عنوان دختری از ایران زمین برایتان می نویسم. قلبم خون است. ما ملت ایران تصمیم خود را گرفته ایم. ما جمهوری اسلامی را نمی خواهیم. جمهوری اسلامی دشمن ملت ایران است. فرزندان ما را می کشد. زنان ما را سرکوب می کند. جوانان ما را به بند می کشد. سرزمینمان را به غارت می برد و آینده من را نابود می سازد، آن هم به نام خدا. و شما همچنان با نشست ها و گفتگوهای خود به این رژیم دیکتاتور مشروعیت می دهید و با قاتلان مردمان ما مذاکره می کنید. شرم‌آور است، شرم‌آور است، شرم‌آور. در سال 1979 قدرت‌های خارجی با همکاری اسلامگرایان، کمونیست‌ها و تجزیه طلب‌ها ملت ما را به تاریکی کشاندند و امروز پس از 46 سال هنوز در حال نجات دادن دیکتاتور هستید. اما ما این بار فریاد میزنیم: دیگر بس است، دیگر کافی است. ما درخواست نمی کنیم، ما مطالبه می کنیم. دست از حمایت سرکوبگران ما بردارید. ما مردم ایران رهبر خود را برگزیده ایم، شاهزاده رضا پهلوی. او نماینده و امید آینده روشن ما مردم ایران است. ما آزادی خود را به دست خواهیم آورد، با یاری شما یا بدون یاریتان. اما فراموش نخواهیم کرد کدام دولت‌ها و کدام سیاستمداران در کنار ستمگرانمان ایستاده بودند هنگامی که ما برای رسیدن به نور و آزادی می جنگیدیم. جهان فردای آزاد ایران را به زودی خواهد دید. ببینید در کدام سوی تاریخ ایستاده اید. پاینده ایران جاوید شاه. زنده باد ایران، زنده باد شاهنشاهمان رضا شاه دوم، پهلوی سوم.